درود همزبانان عزیز. این لحظه لوحه ما آید سوخ زمین است. ناحیه سوخ یک از زیباترین گوشه های ازبکستان به شمار می رود. این ناحیه که در میان قطار کوههای وادی فرغانه جایگیر است، با هوای تازه، کوههای سر به فلک، چشمه های مصفا و باغ‌های سرمیوه مشهور می باشد. سوخ نه تنها یک مرز زیبای جغرافی، بلکه یک واحه، یک منطقه به شباهت تاریخی هم هست. از اول تا به امروز مردم سوخ صاحب همین وطن، صداقتمند وطن، فرزند سزاوار ازبکستان نو بود و هست. و امروز می‌بینیم که سوخ نه تنها سال تا سال، بلکه روز به روز دیگر می‌شود. این همش نتیجه اولا امنیت و آسایش که در کشورمان هست، دوم آن سیاست انسان پرورانه‌ای که راهبر دولتمان پیش می‌برد. محصول همین چیز است. امروز می‌بینید در لب خرد کلان مردم سوخ شکرانه است. امکانیت و شرایط که در ناحیه سوخ است از یگان شهر ماندنی ندارد و این البته غرور مردم بیدار می‌کند. این البته اندیشه مردم بیدار می‌کند. این البته محبت مردم و وطن و پرزیدنتمان زیاده می‌کند. اکثر روستاهای سوخ در کنار هوشیار در قسم شرقی ازبکستان همان در جنوبی ولایت فرغانه جایگیر شده است. در این دهه سرزمین 100% تاجیک‌ها زندگانی میکنند. از سطح بحر بالتیک 1350 متر بلندی جایگیر شده است و کوهی که در اطراف قشلاق هوشیار جایگیر شده است قطارکوه ترکستان میباشد. قطارکوه اولای جایگیر شده است که از این قطارکوه یک قسمش با همسایه‌ها تا تاجیکستان و قرغیزستان طول کشیده است. از این کوههای ترکستان اولای دایره سوخ غذا گرفته و شهر کوکان آب خود را میبرد و 7 ناحیه ولایت فرغانه را با آب تامین میکند. ناحیه سوخ امروز با قدم‌های استوار به سوی آبادانی و پیشرفت حرکت می‌کند. سالهای آخر در تمام محله‌های ناحیه کارهای سازندگی وسعت یافته، سیمای دهه‌ها روز از روز زیباتر می‌گردند. همین مستقلیت با ما آزادی دادن بعد فرمر شدم. 1998 فرمری گرفتم و حاضر چنه 12 گکتار زمین اختیار مونده است. 10 تا کارگر دارم و دویم باغ‌هایی که 1967 سال برپا کردگی بودن از نو کردیم. از نو کرده نبودهای نوی بشیلدوز، قرقشخور، کبود، مچورین، ستاره همین نوها آوردیم، زردولوی نو آوردیم. باز من حاصلناکیمان баланд. سبب حاصلناکیمان баланд بودن بعد میر داده استادیم. برابر درختم موافق، چون که اقلیم ما معتدل، زمستانش نه اونقدر خونه که من سرطان سلقین من دیگه شمالای بینید از بر میانه زمین از اقیانوس یخبسته شمالی من بادها تلسیز بسته نیست. بنابراین امروز پرزیدنت همان سوخنده پیشنهاد کرده ساناتوریا برپا شود، خانه‌های دمگیری شود که خلق ازبکستان از جهان رفته خودی با مانند شویتزاری اومده دیده روند دم گیرن. سببش که اینجا کسلورود اکسیژن تازه هست. انا که باغ‌هایی که ما کردیم حاصلناکی بنان کارگرامون تو سالانه از 25 تا 100 هزار محصولات فروخته ایستادن. زندگانیشون نقشته ایستاده است. نسبت به 2000 سالها اون معمایی که سوخنده بود امروز 10 کرات پیشایده شده بود. ما 1000 می نداریم ای پرزیدنت همون که سوخه در نظر گرفته ایستاده است. من شخصا فرمر چی خواهد گیرد میسوستی با چی خیل کنن آخر. 1000 رحمت ما میندار. تعمیر و منفرش نمودن راه‌ها، بنیاد انشاءات اجتماعی از قبیل مکتب‌ها،
کودکستان ها و مؤسسه های طبی، اینچنین بهترسازی شبکه های آب نوشابه و برق از جمله کارهای مهم است که برای بلند برداشتن سطح زندگی اهالی انجام داده می شوند. کارهای آبادانی بسیار در محله های ما رواج یافته استادند. در قشلاق هشیار 9000 اهالی زندگی میکند. در محله قاقر 560 خاندان، 2700 اهالی، 757 عائله زندگی میکند. از همین زندگی اهالی خلق هشیار دهقانچیlik، چارواچیlik 2025 سال در محله قاقر 31 میلیارد پول گذشت. از همین در محله قاقر در هشیار قشلاق 3 مکتب جایگیر شدگی، هر 3 مکتب هم در محله قاقر جایگیر شدگی، مکتب 13 مکتب 14 مکتب 28 مکتب 13 تعمیر کنشنده ایسای اوپن بیوجت 1 میلیارد اوپن بیوجت بریده شد. مکتب 28 1 میلیارد و 300 میلیون برای تعمیرش. این مکتب 14 برای این نو برپا کردن، مکتب 14 640 نفره مکتب بود. ای همین 1217 تا طلبه تحصیل میگیره. در مکتب 14 صنف خانه نرسیدن سبب پول را تامین کرده 15 میلیارد ای طرف پرزیدنت پول گذاشته شد. در محله قاقر 2025 سال 3 میلیارد سومینه الکتر ترماخور را نو کرده شد. در مکتب 28 1 میلیارد سومینه پوشیده شدگی استادیوم برپا شد. 3 میلیارد حدود قاقر اسفالت پوش کرده شد. کیفیت خلق جدایم ممنون خرساندن ای یاردمای پرزیدنت مو. همزمان باغ نو، گلگشت ها و میدان های استراحتی بنیاد گردیده، کوچه ها با درختان سایه افکن و گل های رنگارنگ آرا داده می شوند. ما با اون فخر میکنیم که در ازبکستان صاحب استقلال زیاده از 130 ملت و خلقیت ها زندگی میکنند و همدیگر را حرمت احترام نموده در رواج و رونق دادن مدنیت، صنعت و خواجگی خلق صنعت یک جایه دوستانه مهنت کرده زندگی کرده ایستادم. از اون میفخرم که در ازبکستان صاحب استقلال زندگی میکنم و برای رونق و رواج مدنیت و فرهنگ آن حصه خود را گذاشته ایستادم. به یک مرد 40 هنر کم است. در سوخ اکثر برابری کار و فعالیت در اداره های دولتی وقت خالی با کارهای جمعیتی فعالانه اشتراک میکنند. در کارهای کشاورزی، چاره‌داری، باغبانی اکثر سهم مناسب گذاشته زمین‌های سنگلاخ را با مهنت پرثمر به باغ و بستان تبدیل دادند که از تماشایش به ذوق می آید. یکی از چنین مردی نکوکار روشنی مومن می باشد که برابری آموزگار، ایجادکار و ترجمان بودن، استای دوریدگر و باغبان اصل می باشد. آدم از جوانی آرزو میکند که با خلق با جمعیت یک فایده دار باشد. بعضی ها این کار رو بنیاد کردن باغ، دیگری با کسب خود به عمل میبرند. من از جوانی آرزو میکردم حتی در ناحیه ها رفته ایستاده در کنار راه باغ ها رو بینم فرد آمده از باغبان ها مصلحت میگرفتم و در دلم همین نیتی که بود سالهای آخر عملی کردم. در یک جای پرتاب یعنی جای سنگلاخ تپگی یعنی بلندی را آباد کرده، با واسطه تکنیک ها هموار کرده درخت شنوندم. خیلی های درخت بسیار در اینجا، زردآلو، سیب، آلو، گیلاس سالهای آخر، نوک و غیره درخت رو گذرانده پرورش کرده ایستادم. امروز از تماشای باغ، درختان میوه‌ناک و گل‌های رنگارنگ دل آدم به ذوق می آید. این همه نتیجه مهنتی حلال است. البته در آبادی این منزل اهل عائله او را تنها نگذاشتند، با همجهت نهال شناندند، با مهر پرورش نمودند. در یک قسم باغ سبزوات‌ها چون
کارتاشک سبزی، جوار مکه کاریدند. امروز همه نهالها به حاصل در آمده است. این همه ثمره مهنت حلال است. من خودم اصلا کسب معلمی یعنی آموزگار هستم. بعد از درس وقتهای خود رو در همینجا میگذرانم و در همینجا به فکر خیالی درس میشوم. در فکرهای نو در اینجا پیدا میشود و در فعالیت پداگوژی خود استفاده میبرم غویاهای نو رو و در هنگام استراحت کردن آباد کردن باغ رو فکر میکنم. چی کار کنم که باز هم آبادتر شود و نوهای درخت ها زیاد شود. من نتیجه مهنتم و چشم نمودار شد. از این باغ برادرانم، خواهرانم، اهل عائله‌ام استفاده میبرند، فایده میبرند. وقتی که کس از ثمره مهنت خود قناعتمند میشود، ماندگیش از یاد میبرد و باز الهام گرفته از خود یک چیز دیگر گذاشتن به حرکت میکند. قهرمان لوحه‌مان آموزگاری اصیل است. در برابر این او ترجمان ماهر هم می باشد. شوق هوس زیاد با مطالعه کتاب‌های بدیعی روشن مومن را در این راه پیروز گردانده است. کتاب روشنگری دل هاست. کتاب خزینه است که انتها ندارد. وقتی راهبری مکتب دهش را در عهده داشت، در جای بیکار خوابیده حدود دبستان کتابخانه زیبا و با حشمت بنیاد کرد. در درآمدگاه کتابخانه همچون رمز دوستی خلقای تاجیک و ازبک مجسمه دو متفکر بزرگ که برای تحکیم دوستی این دو قوم معظم خدمت‌های برجسته انجام دادند، مولانا جامی و حضرت نوایی را گذاشت. طی چند سال است که روشن مومن استادی هر یکی ما شما با طالب علمان درس داده. با حیث معلم زبان و ادبیات تاجیک هم معلم صنف‌های ابتدایی فعالیت بردند و در طول فعالیتشان با ترجمه کردن کتاب‌ها با نوشتن کتاب‌های درسی برای مکتب تعلیمات همگانی ازبکستان خدمت کردند و برای نشان دادن دوستی خلق‌های ازبک و تاجیک در مکتبمان یک گوشه آماده کردند که دوستی خلق‌های برادر ازبک و تاجیک را نشان می‌دهد و نیمپایکاره عبدالرحمن جامی و میر علیشیر نوایی را گذاشتند و هر مهمانی که هر باشنده‌ای که به اینجا قدم می‌گذارد البته از دیدن این سرفراز می‌شود و برای شکرانه در این وطن زیبا و آباد زندگی کردن فکر و اندیشه خود را ابراز می‌نماید. در زمانی که ما مکتبخوان بودیم انوار ادب نام محفل تشکیل کردند و اشتراکچی دائمی همان محفل من بودم. همان وقتا من شعرهای بچگانه یا که شعرهای شاگردانه خود را حکایه‌های خرد خود را می‌آوردم و تحریر می‌کردیم. در روزنامه‌های صدای سوخ و حتی در روزنامه آواز تاجیک هم چاپ شده است و با همکاری این کس ما با نام نکهت گل‌های لزر نام یک مجموعه خردکک که باشندگان همین دهه قلم به دستان مجموعه خردکک را از چاپ برآوردیم و امروز طالب علمان خوانندگان مطالعه میکنند. فکر میکنم که ذوق میبرند. روشن مومن در برابر آموزگار باغبان بودن ترجمان هم می باشد. او برای مکتب‌های تاجیکی ازبکستان یکچند کتاب‌های درسی را ترجمه کرده است. مرد روشنفکر روشن نهاد از دهی دیمرسد ناحیه سوخ روشن مومن وقتی در صنف هشتم میخواند حکایه‌های ادیبان ازبک را به تاجیکی ترجمه میکرد. با مرور زمان یک آموزگار عادی با مهنت حلال، آداب و دانش با عنوان استاد بزرگ به یک ادیب خوش سلیقه، شاعر نامدار، ترجمان ماهر، انسان نیکسرشت نام برآورد. صحبت با این انسان حلیم و خاکسار به ما هم نیرو بخشید. گوشه ای جنت مثال ازبکستان سوخ من
کوه‌هایت پروقار و باغ و بوستان سوخی من. مبدأت سیلنگر است و ابتدایت آب شیر، آرزو کرده تو را بس شاه و سلطان سوخی من. زادگاهی تیشبای و قهرمان بینی سعید، مایه فخر و غرور و زیب دستان سوخی من. شاعران و حافظانت روز شب وصفت کنند، اندلیبانند گویی در گلستان سوخی من. چشمه هایت آینه باشد لزرکانی گوهر، گنج تو از رنج تو باشد فراوان سوخی من. پاس داری عرف و عادت هم رسومی تاجیکی، ای دیاری تاجیک و تاجیک زبانان سوخی من. شکر استقلال کندر ازبکستان نوین، می شود از نو گلستان شکوفان سوخی من. روشن مومن کتابدار است. برابر ایجاد در نظم و نثر و ترجمانی در شبکه‌های اجتماعی هم فعال می باشد. شعرهای او در موضوع وطن دوستی، انسان پروری، دوستی و برادری خیلی جالبند. خوشبختانه در سوخسنی چنین انسان‌های سخی، نکوکار، سخاوت پیشه، مهنت دوست و میهن دوست و ایجادگار خیلی